أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سبب های میراث که با چند سبب این مسلمانان از یکدیگرشان میراث میگیرند. اول اینکه نکاح میباشد. وقتی که یک مرد یک زنی رو میگیرد، عقد نکاح شرعی میکند، زنک از همسرش میراث میگیرد و همسر نیز، شوهر نیز از زنش وقتی که از این دنیا می رود میراث می گیرد. برای همین نکاح در اسلام یک منزلتی بزرگی دارد که وقتی که عقد نکاح با نام الله بسته شد، با سنت پیامبر به یک دیگر دوست و مهربانی پیدا می شود. برای همین اسلام این نکاح را یعنی همچون در مرتبه بالا سنت پیامبر گفتند که نکاح سنت من است، هر کسی که از سنت من سرپیچی میکند از ما نیست میگویند. برای همین ببینید که پیامبر الله میگوید که ولکم نصف ما ترک ازواجکم. وقتی که یک شخصی رو، یک مرد یک زن رو با زن ازدواج کرد و زن از این دنیا وفات کرد در حالی که فرزند ندارد، پدر مادر دارد، برادر دارد، اما فرزند ندارد، نیمی مالی زنش را این مرد میگیرد. الله میگوید که ولکم نصف ما ترک ازواجکم. ببینید و این چنین وقتی که شوهر از این دنیا می رود، در حالی که زن یعنی در حالی که این مرد یگان پسر ندارد، یگان دختر ندارد، چاریکی مال شوهر به چاریکی مال شوهر صاحب می شود. ببینید اسلام عزیز چگونه می باشد. مثل این دولت های کفار که عقد می بندند و ظلم می کنند به زن، این طور نیست. حتی حدیث وارد شده است که عبدالله ابن مسعود یک زنی به شوهر می براید، اما شوهرش با مجرد عقد بستن از این عقد نکاح رو می بندد، اما از این دنیا می رود. شوهرش از این دنیا می رود، حتی همخوابگی نمی کند. عبدالله ابن مسعود حکم می کنند که میگویند که باید به این زن از مال و شوهرش مهر کامل پرداخته شود و این چنین میراث چاریکی مالی شوهر رو میگیرد. ببینید حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم چنان حکم کردند که بروه بنت واشق، خیلی که عبدالله ابن مسعود همچنان حکم کردند، زنی که با یک مرد ازدواج کرده است، عقد نکاح بسته است، اما شوهر از این دنیا رفته است، همخوابگی نکرده، پیامبر صلی الله علیه و سلم چنان حکم کردند که چاریکی مال شوهر رو زن میگیرد و مهر کامل میگیرد. ببینید اسلام عزیز رو، و ما باید به اسلام خود، به اسلام فخر بکنیم. سلمان فارسی وقتی که یهود گفت مسخره کنان گفت که پیامبر شما حتی به شما طریقه حمام کردن و حاجت قضا کردن رو آموخته است. سلمان فارسی گفتند بله، پیامبر ما تمامی آن چیزها را یاد تعلیم داده است. افتخار کردند. ما باید به اسلام خود افتخار بکنیم. این بود میراثی، یعنی سبب های میراث. یعنی اولش نکاح می باشد، با مجرد عقد بستن یعنی میراث می برد. این بود درباره میراث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.